اگر روز عرفه روزه داشتن در کار، دویمش دعا. همه کار میمونید فقط دعا، خاصتا بعد نماز پیشین تا نماز شام همین خیلی دست برداشتگی باشد. باید دومولا اگر ما کرده باشیم چه اگر کار اجازه ندن ساعت 8 تا 8 یعنی در داخل یک سال یک روز یعنی که کار نکنه تا خوب است روز عرفه، چون که روزی که دعا میکنه داخل تقدیری 10 سالتون حل میکنید، تقدیری ممکن دنیا آخرتون هست. چون که روز عرفه روزی که گردن ها از آتش دوزخ نجات مییابد، کی ها پگاه بیگاه نجات مییابد، کی ها نمییابد. یعنی الله تعالی پگاه خیلی آدم زیاد رو از آتش دوزخ نجات میدهد. یعنی هم زنده های در نظر دارم، هم زنده های میگوید که فلانی رو از آتش دوزخ خط زنید، یعنی رفت و اگر این دفعه گناه کندم نمیدارد، یعنی یکی ما نمیدونیم و کی است. بنابراین کوشش کنید اون پگاه روزی عادی نیست، موسمی بزرگ مسلمان ها است. این روز مثلا من در کشورهایی که کم و بیش اسلام رعایت میکنن روز عادی هست، روز استراحت است و روزهای ایام تشریق، ایام اکل و شرب و بیعال، در بعضی روزها ایام اکل و شرب و ذکر الله، روزهای ایام تشریق یعنی بعد عید 3 روز، روزهای خوردن نوشیدن، روزهای جماع، روزهای خوردن نوشیدن، روزهای ذکر الله گفتم، روزهای روزدارین، روزهای روزخوری، روزهای شادی و خرسندی، روزهای زیارت همدیگر، گوشت قربانی خوری هست. روزهای کاری نیست کن. در یک سال همین 4-5 عید داریم خودش، یعنی 2 عیدی رمضان و عیدی قربان، لیکن عیدی قربان یک روز پیش عیدی عرفه دارد. عیدی روز عرفه روزی که مشغولی به روزه هستید، مشغولی دعا هستید. روز عید روز قربانی، روز نماز عید، روز زیارت، روز خرسندی. 3 روزی بعد عید هم روز گوشت خوری. مثال این روز رفتید گوشت فلانی را خوردید، فقط گوشت خوری، این روزای خرسنده. بعد با کار سر میشه. آخه همین نخواد آدم شب و روز کار کنه. اما بعد دومونو ذکر، اول ذکر کلمه شهادت گفته، بعد دعا میکنیم، ما فقط شهادت تکرار میکنیم، بعد دعا میکنیم. از الله خوش میدونه میپرسم خیلی. بله، در ابتدای دعا اول به الله تعالی حمد و ثنا و به پیامبر صلی الله علیه و صلوات، بعد کلمه گردانید، دو به گناهاتون توبه کنید و بعد از الله تعالی یاردم پرسید. این خوب است. جزاک الله خیر. الله شما راضی باشد. خدا نگهبان. سلامت باشید.